سلام به دوستان تکنوگرافی، خوش آمدید به ویدیو امروز. ما آمدیم تا فرانچایز رد دد رو با گیم پلی اختصاصی خودمون بررسی کنیم و تجربه از این بازی‌های جذاب داشته باشید. با ما همراه باشید. اولین بازی این سری با عنوان رد دد ریولور توسط شرکت راکستار گیمز در سال 2004 منتشر شد و زمینه ساز دنیای وسترنی بود که با بازی های رد دد ریدمپشن 1 در سال 2010 که بهترین بازی سال هم شد و بازی رد دد ریدمپشن 2 در سال 2018 که به اوج خودش رسید. خب دوستان، بریم سری رد دد رو با هم دیگه تجربه کنیم. خب این رد دد ریولور هستش. همینطور که می‌بینید صفحه لودینگ بازیه. شخصیتمون رد هالو هستش. داستان این شخصیت واقعا داستان قشنگیه. میتونن حتی توی نسخه سوم هم ادامهش بدن. اینجا الان میبینید دوئل دو طرفه شخصیتمون هست. الان ناکارش رو بگیر که خب اینجا هم که میبینید مرحله قطار هستش که داریم میریم به شهر پرینستون. این هم گامپلی بازی رو نشون بدیم. شنگ تو بعضی موارد انمی ها میشه راحت کشت، تو بعضی موارد هم سخت. حالا این درجه سختیش بعضی وقت بیشتر میشه که برای مثلا دشمن ها هر چی تیر میزنی، اما بازم نسبت به اون زمان خوب بوده اما حریف که نمیشه گفت. بازی وسترنی دیگه هم اسم بازیش گان هستش. اون توسط شرکت اکتیویژن ساخته شد. اون به نسبت این بهتر بود، اما خب اون فقط یک مزیت خیلی نسبت بهتر به این داشت، جهان باز بود. اما این جهان باز نیست، فقط اکتیو. حالا با بازی رو میخواییم بکشیم. آخر هر مرحله یک اسفایت هست. این خیلی به شهر پرینستون رسیدیم. این شهر و این مردمانش. دوستان توجه داشته باشین این بازی دد آی داره، ولی دد آیش خیلی نسبتاً ضعیفتر از رد دد 1 و 2 هستش. حالا اونا رو هم اگه فرصت کنیم نشون گم نکنیم که قابلیت های بهتر شد. دقت کنید اصلا نمیتونیم وارد مغازه شیم. مثلا این نتونستی اصلا هیچ جا نمیشه، فقط مرحله فقط باید تو این بازی بریم. جهان بازم اصلا نیست. آزادی عمل آنچنانیم، فقط در حد مرحله رفتن و کارهایی که باید انجام بدیم. اینم شهر بریدستون.
خب این صفحه منوی ردد 1 هستش که میبینید وارد بازی میشیم. این نسخه PC هستش که به تازگی دوستان منتشر شده و ما هم میخوایم که تجربهش. خب این شخصیت جان مارسون هستش. این داریم از محیطای بازی میخوایم دیدن کنیم و گشتی بزنیم. دوستان راستی میخواستم بگم بهتون ردد 3 میتونه داستان شخصیت جک مارسون پسر جان مارسون هم روایت کنه. اینم احتمال دوم. احتمال اولم رتارلو بود، احتمال دوم هم جک مارسون هستش. اینا را یاد داشتم. واقعا بازی اون زمان بوده واقعا جذاب دیدنی. حق بهترین بازی سال واقعا ردد 1 داشته وکی نبوده. ابرا رو نگاه کنید، کوها با خیلی قشنگ واقعا دیدنی. خب بریم اینجا بارون داره میاد. ما میخوایم گانپلی بازی رو نگاه کنیم و گانپلی بازی رو همونطور که می‌بینید دید آی الان زدیم. دید آیش واقعا خوبه، اما خب نسبت به ردد 2 یه سری کم و کاستی ها داشته، اما خب بازم با همین وجود بهترین بازی سال که ما واقعا ازش راضیم. بریم داخل خونه. حیف بازی ردد 2 گویتی نشد، گویتی رو یعنی نگرفت، بهترین بازی سال نشد، اما این بازی شد واقعا. خب نمیان که آخرمون. خب بریم یک مغازه ببینیم، دیدن کنیم از مغازه بازی. من مغازه انتخاب کردم از فروشیه. الان من یک بیستودی میخوام مغازاش به نسبت ردد 2 کمتره، اما این ردد 2 هستش که همینطور میبینید. من فارسی سازش رو فعال کردم. محیط برفی بازی که میبینید. حالا من شروع این صفحه لودینگ بازی که میبینید تصاویر رو نشون میده، واقعا قشنگ. خب این مرحله اول بازیه. گانپلی بازی واقعا قشنگ، محیطش به شدت جذب. موسیقی مست همینطور واقعا اینا عالی باشن. ردد 1 کنم واقعا حس میشه، اما خب این بازی بیشتر حس محیط رو دنیا گانپلی بازی واقعا یکی در میرن هم بکشیم. خب دوستان ما میخوایم بریم به شهر برینستون میگم، به شهر سنت دنیس که پیشرفته ترین و بزرگترین شهر ردد 2 هستش همینطور که میبینید و واقعا خیلی قشنگ شده. واکنن الان باد میاد، باد گرد و خاک.
هر چقدر به جلوتر رفتیم دوستان، جزئیات گیم پلی، گرافیک همینطور و اینا خیلی بیشتر. شاید هم نگاه کنید تراموا از بغلم رد شد، اما قطار شهری واقعا اینا خیلی خوب درست شده. حتی قطار هم داره، میتونیم به هر جای به رددی کم داشت. حتی جزئیات NPC ها رو ببینید، واکنش های نشون میدن، اینا واقعا یعنی خیلی کار شده، کارش درست. خب این مپ بازی، ما میخوایم یک مکانشو بریم برای مثال، ببینیم چیه. مثلا اسلحه فروشی انتخاب کنیم. حتی صدای سوم اسب هم تو هر جای فرق داره، واقعا عالی. خب اسبمون رو یک جایی بذاریم. تو ردد یک هم همین شکلی بود دوستان. تو ردد ریولور فقط اسب دوستان تو 2 مرحلهش داشتیم، ولی تو ردد 1 و 2 تو هر دوتاش برای خودمون اسب. واقعا نحوه باز کردن درش اینا خیلی طبیعیه. خب شاتگان باید انتخاب کنم. خب اسلحه هاش هم میبینید، هر اسلحه میتونید انتخاب کنید. تنوع اسلحه ها خیلی بالاست. جزئیات رو واقعا ببینید. خب اینم از این تجربه ما از سری بازی های ردد بود. همینطور که دیدید واقعا بازی های جذاب و دیدنی بودن که میتونستن ساعت ها انسان رو سرگرم خودشون بکنن. واقعا چند تا احتمال وجود داره برای نسخه سوم که شایعاتی در موردش خیلی شده. ما به مهمتریناش میپردازیم. یکی شخصیت رد هالو که میتونه ادامه داستان ردد ریولور باشه، در نسخه سوم به عنوان شخصیت اصلی باشه. یا احتمال دوم شخصیت جک مارستون هستش، شخصیت اصلی داستان میتونه باشه. احتمال سوم هم شخصیت داچ هستش که تو ردد 2 و 1 بود، میتونه جزو شخصیت های اصلی باشه. خب اینم از ویدیو. امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت برده باشید. یادتون نره کانال ما رو دنبال کنید، این ویدیو رو لایک کنید و زنگوله بغل رو هم بزنید. حتما این کارا رو انجام بدید و همین. امیدوارم سلامت و موفق باشید. فعلا